دین اسلام 1400 سال پیش در عربستان ظهور کرد و با زور شمشیر در گوشه و کنار دنیا گسترش یافت. شریعتی که امروز در بعضی از کشورها با بعضی ها تلاش میکنه که او را حاکم بسازه، دود این شریعت و خاکستر این شریعت حداقل چشمای ما را در افغانستان کور کرده و همه چیز را از ما گرفته. موسیقی در جامعه ما حرام شده. شادی که در طبیعت که انسان است که انسان باید شاد باشه، او بر ما حرام است. رقصیدن حرام است و نوعی کفر پنداشته میشه. وقتی بیایم همه ابعاد زندگی را بررسی بکنیم، هر آن چیزی که در زندگی باعث خوشی ما میشه، او ابزارها همه از زندگی ما یکی پشت دیگر حذف شده و به جایش چیزهایی در زندگی ما رواج داده شده یا تلاش میشه که رواج پیدا بکنه که او در فرهنگ ما، در زندگی فردی و اجتماعی ما تجلیل از نوع غمهایی است و یا ما را تشویق میکنه که در یک جای جمع شویم فقط گریه بکنیم. غریب بودیم و ما مسافر هستیم در این دنیا، ما باید غم تحمل بکنیم، ای امتحان الهی است و صلوات بخوان و برای ظهوری نمیفهم این و آن دعا بکو تا یکی یک معجزه رخ بده و فلان شخصی ظهور بکنه و همه بدبختی هایی که در جامعه هست اینا رو یک دفعه ریشه‌کن بکنه و همان بهشت دنیایی را بر ما رقم بزنه. بنابراین این دینی که در عربستان ظهور کرد 1400 سال پیش و با زور شمشیر در دیگر کشورها پخش شد، دود و خاکستر این دین چشمای ما را کور کرد و زندگی روزمره ما را تبدیل کرد به جهنم. یک از چیزایی که از زندگی ما حذف شد اینی گپی است که اینی نماینده ملا غیبو در این ویدیو بر شما میگه. مکتب از غرب آمده به افغانستان. از کجا آمده؟ محمود طرزی در وقت امان الله خان از کجا آورده؟ این خب پیش از 100 سال نبود مکتب. پیش از او در کجا بود؟ شما اجازه بدین آقای راقی چی میگن در میوارد؟ آقای راقی خب مکتب از غرب آمده، اصلا می سیستم مکتب و دانشگاه و اینا غربی است، باید بخی پشت شو به طرفش. اولین بنیانگذار دانشگاه یک زنی مسلمان در مغرب بود. شما چیز بکنید دانشگاه القرویین دانشگاهی بود، اولین دانشگاهی بود که در جهان اولین دانشگاه است که یک زنی مسلمان بنا گذاشته ایه. تشکر. شما چی میگید؟ سپاسگزار. در تمام تاریخ یک زن مسلمان بود. تشکر آقای راقی، درست است، برمیگردیم. مکتب در زمانی کی به افغانستان و چی وقت و توسط کی آمده؟ برقم یک کافر آمده کشفش کرده. گل کنیم لایتای برنامه را. خب شما رو دیده نمیتونیم. تلفنی که شما از او آیت و حدیث آیت قرآن و حدیث پیامبر میکشین میال عملا اینم کافر ساخته. چرا اینو دور نمیندازین؟ ما که شما صحبت میکنین امیال صدایتان ملت میشنوه، اینم کافر کشف کرده. و کمره که ما خودت فیلم ما رو میگیره اینم کافر کشف کرده. پس چرا باید تبعیض بکنیم دیگه؟ اصل اینا از غرب آمده. که مکتب یک پدیده غربی است. شما نباید در مکتب برین و اگر مکتب رفتین خب علم و دانش یاد میگیرین، درست؟ همه چیز را با سنجش و آمار تحلیل و بررسی میکنین. وقتی مسئله آمار و تحلیل و فرمول های علمی در میان بیایه، پس در او زمان بحث خرافات پرستی جامعه از بین میره دیگه، درست؟ او زمان است که شما با غیبگرایی مخالفت نشان میتین
با چیزهایی که با فرمول های علمی سازگاری نداره اونا را بر اساس منطق علمی شما مورد پذیری شما و جامعه نخواهد بود. به مو خاطر است که این کسایی که مخالف مکتب است ترس اساسیشان این است که اگر نسل بعدی جامعه، اگر مردم یک جامعه آگاه شود و همه چیز را بر اساس فرمول های علمی، منطق علمی بررسی، تحلیل و بررسی بکنه، در اون زمان به نقطه میرسه که دیگه ملا نمیتونه بیایه مثلا نقش طبابت را یا طبیب شود در جامعه و نقش دکتر را در جامعه ایفا بکنه. دیگه تعویض ملا نمیتونه مثلا بیایه مریضی سرطان را دوا بکنه. موسیقی در این دین حرام است، رقصیدن در این دین حرام است، رفتن زن بیرون از خانه حرام است، کار کردن زن حرام است. فلسفه که بیشتر درش سوال و پرسش مطرح است او را حرام میدانه. بانکداری که فلسفه تشکیل بانک بر اساس سود است، سود در دنیای اسلام حرام است. دکلمه کردن شعر، ادبیات در دین حرام است. مجسمه سازی در دین حرام است. تصویر از موجودات زنده در دین حرام است. فیلم سازی در دین حرام است. دیدن تلویزیون در دین حرام است. وقتی کل از این موضوعات شما از زندگیتان بیرون بکشین و یک چیز میمانه که یا در مسجد جمع شوین صلوات گفته گریه کنین، یا در مسجد جمع شوین دعای کمیل بخوانین گریه کنین، یا یکی در نماز تراویح جمع شوین نماز خوانده بعد از او شروع کنین به گریه کردن، یا یکی در کدام خطبه جمع شوین عذرزاری کنین که ما بدبخت هستیم و هر آن چیزی که نصیب ما شده تقدیر الهی است. وقتی همه از اینا را شما بیاین حذف کنین، فلسفه را حرام بدانین، نمیفهم بانکداری را حرام بدانین، نمیفهم موسیقی را حرام بدانین، نمیفهم هنر را حرام بدانین، ادبیات تاریخ خواندن حرام بدانین، وقتی همه از اینا را حرام بدانین در زندگی برای شما چیز نمیمانه. فقط یک چیز میمانه که در مسجد برین در سرصورت خود بزنین واویلا فلانی تو شد، 14 سال پیشی تو شد، فلانی در فلان جایی تو کرد، نمیفهم حضرت محمد در فلان جای دست علی را بالا کرد، نمیفهم علی بر حق است، نمیفهم ابوبکر غلط است یا ابوبکر بر حق است علی بر غلط است. نتیجه شی میشه که آلی از 36 میلیون نفوذ 28 میلیون شی نان خوردن خود نداره. نتیجهش این میشه که در دنیای دیگه مردم حال هر روز در فضا میره، از ما و شما در فکر از هستیم که یک توتنان از کجا پیدا بکنیم. نتیجه این میشه که در دیگه جای مردم حالی اصلا نیاز در رحم مادر نداره، میتونه از طریق القای مصنوعی طفل در داخل یک ماشین پرورش بده. اما در افغانستان آب چا میایه مثلا زنها را حامله میکنه. خرافات به او حد رشد کرده که حالی یک چای آب تبدیل میشه به یک معجزه و آبی از او چا زنها را در افغانستان حامله میکنه. اینی ویدیو را در این مورد تماشا کنید. باز میره آبش همجا یک زنکا بود ای حامله دار نمیشد. بردیم ای آمده و تو آواز را خورد یکدم خدا خورد چیز شد حامله دار شد. باز از او ای را فهمیدیم که یک
علت داره حکمت داشته باز ایره به طرف آمد این طرف باز زیاد مردم آمدی چندین نفر آمدم اینجا پایش آگار بود گشتن هم میتاری شد بود و همینو باز زیاد شدم آمدم جوش درفت پس وقتی میبینیم نتیجه این شریعتگرایی و این دینگرایی این همه برای ما منفی بوده و این دنیای ما را تبدیل به جهنم ساخته، هنوز که هنوز است ما پافشاری داریم که در مسیر درست حرکت هستیم. او عربستانی که امروز دین را تعداد جمع شد در اونجا ساخت و برای ما با زور شمشیر بالای ما قبولاند، امروز خود از نا فهمیده و ردش اعلام کرده. هر روزی خواننده غربی میره در اونجا کنسرت موسیقی داره، در اون پالی خانه خدا هم اونجا حال شرابخانه نایت کلاب باشه. و این یک از ویدیوهای دیگه ای هست که چند روز پیش در اون نزدیکای خانه خدا در ریاض مردم ها رفته بودن اونجا یک نمایش لباس برگزار کرده بودن که شما ببینین این ویدیو را. پس وقتی صاحبای دین فهمیده که برادر این شریعتی که 14 سال پیش بر ما آمد، با این شریعت ما نمیشه که با این دنیا پیش بریم، رد این شریعت اعلام کرده. چون این شریعت که همه چیز را بر ما تو حرام ساخته، اگر تو او را موی با موی عملی بکنی، زندگی تو دیگه جهنمی است که امروز در افغانستان تجربه میکنیم. و اگر پشت این شریعت نگردی، مجبور استی با دنیا وارد تعامل شوی و مثل دیگه مردمایی که در دنیا زندگی میکنه آبرومندانه با دیگر مردم، با دیگر ملت ها همگام شویم و راه های پیشرفت و ترقی که اونا پیمودن ما هم بپیماییم.